فارسی سازی و دوبله شده در استودیو سولیانا. مدیر دوبلاژ رادیکال رادی. ساکت شو، دارم فیلم میبینم. شرمنده. ها؟ این وقت زور کی میتونه؟ ایمی چیزی شده اومدی این طرفا؟ گیر کردی، گفتم خودم بیام دنبالت. جانم؟ عزیزم تو منو دعوت کرده بودی به یه قرار رومانتیک، یادت نرفته؟ آه آره، هنوز نمیدونم اونو چجوری از زیر زبونم بیرون کشیدی. کار خودمو بلدم دیگه. خب چیز شرمنده ایمی، من امروز نمیتونم. وای خدا چی بگم الان؟ اصلا چرا قول دادم؟ با تیلز برنامه دارم. آره. خدافظ سونیک. تیلز داری کجا میری؟ بلیت قطار دارم برای یزد. بعد نیست جای تاریخی رو ببینم. میبینمت. اشتباهی گفتم تیلز؟ دارم فکر کنم منظورم این بود که قرار دارم با ناکلز. عزت زیاد. ای بابا الان واقعا جفتتون دارین میرین یزد؟ نه برخلاف تیلز من بدون بورسیه بلیت گرفتم. الانم دارم میرم مشهد زیارت امام رضا. وقتت آزاد شد؟ یارانه ها رو واریز کردن. آخ جون، خیلی کار رومانتیک و عاشقانه ای کردی که از من خواستی بیایم سر قرار، مخصوصا که اومدی برسونن مورد علاقه‌ام. خیلی دلپذیره. آره اصلا منو با روشای ساواک شکنجه نکردی که بگمش. لطافش خوش اومدی. چطور سونیک؟ سیلور نباید مراقب خطوط زمانی باشی؟ آره ولی اشتراک فیلم خودشو تمدید نمیکنه. چی میتونم بیارم براتون؟ من مثل همیشه یه چیز برگر میخوام. آخرش هم فشار خون میگیری. تو چطور سونیک؟ سود سهام عدالت رو کی میریزن؟ هیچ وقت. فراموشش کن. ببینم چیلی داگم دارین؟ اگر اشتباه نکنم داریم. ای بابا دیدی ندارن. بد شد مثل که قرارمون نشد. صبر کن، میتونیم بریم هر جایی که میخوای وقت بیشتری به صرف قرارمون بکنیم. نه خیلی ممنون. حالا یاد آمد مرغ سوخاری سیب زمینی سرخ کرده از این بهتر نمیشه. ده پرس از هر کدوم.